سلام، من بابای زئوس هستم. آره، خود باباش. زئوس در یکی از پست‌های تلگرامی که به تازگی گذاشته کلیپ شماره 29 خودش رو معرفی کرده و گفته این کلیپ از کلیپ‌های اساسی در مورد قرآن هست. آیا اصلا قرآن میتونه تغییر نکرده باشه؟ به همین دلیل من در این برنامه میخوام این کلیپ اساسیش رو بررسی کنم تا ببینیم که بنا به نظر زئوس آیا قرآن میتونه تغییر کرده باشه یا نه. زئوس در ابتدا میگه همه نسخه های قدیمی قرآن به خط کوفی هستند. خط کوفی نقطه نداره. مثلا لمن خلقک آیتون، یعنی نشانه ایست برای کسی که تو را خلق کرد، و البته لمن خلفک آیتون یعنی نشانه ایست برای کسی که در نسل بعد توست. هر دو حالت معنا داره. حالا درستش کدومه؟ معلوم نیست، چون خط کوفی که نقطه نداره. اما در کلیپ 136 خودش همه این ادعاها و حرفاش رو فراموش میکنه و خودش پاسخ خودش رو میده و میگه اصولا اون موقع کسی به نوشتن اهمیتی نمیداد. مهم حفظ کردن بود، حرف زدن بود. فرهنگ امروز رو نگاه نکنید که حرف فراموش میشه و نوشته عیناً باقی میمونه. در اون 14 قرن پیش کمتر کسی بلد بود بخونه. اگه چیزی میخواست ماندگار بمونه باید گفته میشد، بیان میشد، قرائت میشد، نه اینکه نوشته بشه. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ منظور خوندن از روی نوشته ای نبوده، منظور بیان کردن، اقرار کردن و حرف زدن بوده. همانطور که زئوس گفت مردم در اون زمان آیات رو حفظ میکردند، لذا نقطه دار و بی نقطه براشون فرقی نمیکرد. استفاده از خط کوفی در میان اعراب همچنان مرسوم بود تا زمانی که اسلام به کشورهای دیگر رسید. در این زمان بود که افرادی مانند ابوالاسود دوئلی به دلیل اینکه عجم‌ها هم بتونن قرآن رو راحت بخونن شروع به حرکت گذاری و نقطه گذاری قرآن کردند. فکر میکنید این چیه؟ نعلمه، یعلمه، تعلمه و یا اصلا به علمهی. معلوم نیست، میتونه هر کدومش باشه. من از شما میپرسم این چیه؟ کشتیه؟ کشتیه؟ کشتیه به معنای کش کردی و یا اصلا کشتی به معنای به قتل رساندیه. همانطور که ما فارسی زبان ها میفهمیم که کدوم یک از اینها در جمله به کار رفته، عرب ها هم میفهمن که کدوم یک از اینها بوده. ضمن این که زئوس عزیز خودش گفت که در گذشته قرآن رو حفظ میکردن. از طرف دیگه گاهی کاتبان خط کوفی دچار اشتباه در نوشتن قرآن شدند. مثلا به جای سین صاد نوشتن. مثلا اینجا اومده و زاده بستتون فی العلم و در جای دیگه و زادکم فی الخلق بستتون. یک جا با سین اومده و همون کلمه در جای دیگه با صاد. البته حتی ترجمه این دو کلمه هم یکیه. اولا اینکه بستتون نیست و بستتن هست و دوم اینکه کلمه بستتن در عربی به هر دو صورت به کار میره و این دو یک معنی رو میرسونن. از این نوع کلمات ما در فارسی هم داریم. مثلا کلمه طوفان که هم به صورت طوفان و هم به صورت طوفان نوشته میشه، یا مثلا کلمه اتاق که هم با ته 2 نقطه و هم با ته دسته‌دار نوشته میشه. زبان شناسان به این کلمات واژه‌های 2 یا چند املایی میگن. از این جور کلمات در زبان عربی و فارسی و زبانهای دیگه زیادن و هیچ اشکالی رو در معنی ایجاد نمی‌کنن. در یک قرآن اومده انت علام الغیوب و در قرآن دیگه همون آیه به این شکل اشتباه اومده انت علم الغیوب. زئوس عزیز بهتر بود که قبل از این که چنین مطالبی رو بیان کنه یک نگاه هم به کلمه علام الغیوب مینداخت.
این هم از جمله صوتی های دیگشه که الف مقصوره بالای کلمه علام رو ندیده و تصور کرده که علمه هست. و موارد اختلافات دیگه که ناشی از اشتباهات نسخه های قدیمی قرآنه. تمامی تفاوت کلماتی که زئوس معرفی میکنه همه مربوط به رسم الخط و روش های کتابت میشه و این تفاوت ها هیچ تغییری در معنی و فهم آیه به وجود نمیاره. برای مثال کلمه بالغداته که به این صورت هم نوشته میشه، عده‌ای برای اینکه راحت تر بتونن این کلمه را بخونن اون رو بالغدات می نویسن، اما عده‌ای دیگر بنابر اصل رعایت اصل کلمه اون رو با واو می نویسن که نشون میده که حروف اصلی کلمه غین، دال و واو هست. از طرف دیگه هم یک الف مقصوره بالای واو میگذارن تا واو خونده نشه و کلمه بالغداته تلفظ بشه. از این نوع کلمات در فارسی و حتی زبانهای دیگه هم زیاد داریم. مثلا کلمه خاگینه که به این صورت نوشته میشه و یک واو اضافه داره ولی تغییری در ترجمه و فهم کلمه ایجاد نکرده. زبانشناسان به این واو معدوله میگن. جالبه بدونید که همین کلمه بدون واو هم نوشته میشه. همچنین خط کوفی مشکلات دیگه‌ای هم داره. گاهی میم در آخر کلمه به شکل واو میاد و دال در آخر کلمه مثل کاف میمونه. گاهی یا رو جدا مینویسن، گاهی هم اصلا نمینویسن و حذفش میکنن. البته برای زئوس که در ثبات داشتنش جای شک و تردید هست، تعجبی نیست که تفاوت بین میم و واو یا دال و کاف رو نتونه تشخیص بده. اما برای دیگران قطعا تشخیص این حروف از هم سخت نیست. تازه هنوز به نزول قرآن و جمع‌آوری اون و چیدمان قرآن گیر ندادیم. اونها هم داستان مفصلی داره. یعنی اگه این اعتماد به نفس زئوس عزیز رو خالق قورباغه هم داشت، الان ملکه انگلیس شده بود. این تازه کلیپ اساسیش بود که اینقدر شبهات کودکانه بیان میکرد. وای به حال کلیپ های غیر اساسیش. در برنامه‌های بعد به صوتی های بیشتری از زئوس خواهم پرداخت. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من بابای زئوس هستم.